سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین فارسی زبان. این ویدیو رو میفرستم برای کسایی که حالا به فنلاند به عنوان یک کشوری حالا برای تحصیل یا مهاجرت فکر میکنن که خود اطلاعات بهتر داشته باشن. قبل از اینکه وارد بشم دوست داشتم اینو بگم که خودم قبل از اینکه اینجا بیام حدود 5 سال پیش من اطلاعات زیادی نداشتم و به توصیه یکی از بستگان با اینجا آشنا شدم، یه خورده تحقیق اینا کردم، ولی خب الان کاملا نظرم و هم اطلاعات اون موقع هم خودم بهش رسیدم این واقعا وضعیت میدانی با اون موقع خب خیلی متفاوته و دوست داشتم که حداقل این رو به سهم خودم به همه کسایی که حالا اینجا فکر میخوان بیان اینجا اطلاع بدم. همین حرفامو به 3 بخش تقسیم میکنم. یه قسمتیش نکات مثبت اینجاست، بخش دوم نکات منفی، بخش سوم به صورت کلی یه در واقع جمع‌بندی و اینایی که میگم به صورت اولویت نیست. حالا امیدوارم که بتونم توی بخش اول زیر 10 دقیقه نکات مثبتش رو بگم. اینجا خدمات پذیرش به شدت فوق‌العاده است. یعنی یکی از چیزهای خیلی خوبش اینه که شما مثلا چیزایی که خرید می‌کنید، حالا مثلا چیزای الکترونیکی که می‌گیرین تا 3 سال گارانتی داره و واقعا گارانتی واقعیه، شاملش میشه یه اتفاقی بیفته خراب بشه اینا عوض میکنه و نو شده یا حتی مثلا کتونی ها، لباس ها. مثلا خود من 2 بار کتونی فوتسالم خراب شد و بردم و عوض کردن و نو شو بهم دادن که خیلی جالب بود. اینجا خیلی به خاطر اینکه چونه زنی با پلیس و مقررات قانونی اینا وجود نداره، مردم یاد گرفتن در طول زمان که باید با قانون همکاری کنن وگرنه خب جریمه میشن و هیچ چونه زنی نداره. واسه همین سعی میکنن اکثریتشون قانون مدار باشن. خیلی اینجا مثلا پلیسش یه قدرتی داره از این جهت که همه ازشون حساب ببرن واقعا و کسی نمیتونه شوخی موخی بکنه و پلیس و اینا. ولی خب در این حال هم پلیساش هم پلیسایی که به صورت کلی سعی میکنن که قانون مدار باشن و با توجه به قانون رفتار کنن. لباسای دست دوم اینجا مغازه‌ای وجود داره که لباسای دست دوم با کیفیت بسیار خوبی رو عرضه میکنن به همه و من خودم هم من دوستایی داشتم که فنلاندیان و خیلی چیز عادی بخوان اینجا خرید کنن، ولی خب کیفیت لباسا حالا وسایلی که اونجا رو میدن به صورت کلی کیفیت خیلی خوبه. فکر کنم چنین چیز خوبه چون که باعث اسراف و هدر رفتن نمیشه. اگه اون کیفیتی که اینجا پیش میاد اگه به نظرم کشور خودمون باشه چیز خوبیه، چون پر از کمدای خیلی از ماها پر از لباسایی که استفاده نمیشه و حالا دور میریزیم یا حالا هرچی. اختلاف طبقاتی کم اینجا، واقعا اختلاف طبقاتی به صورت کلی کم وجود داره، اما خب تو هر کشوری در همه جای دنیا به حال همیشه یه قشر ثروتمند وجود دارن و یه قشر فقیر. حالا اون قشر متوسط اینجا واقعا طیف وسیعی از آباد مردم رو شامل میشه که چیز خیلی خوبه. آب آشامیدنی اینجا از همه شیراب‌ها هر جایی که میرید میتونید به عنوان آب آشامیدنی استفاده کنید که چیز خیلی خوبه. خب بخش دوم که به قسمت‌های نکات منفی فنلاند میپردازیم اینه که خشونت خانوادگی انگلیسیش میشه domestic violence. این به صورت کلی در فنلاند خیلی بالاست، یکی از بالاترین میزان خشونت خانوادگی در اروپا رو داره. الکل و الکلیسم یعنی مشروب و مشروبخوری و الکل یه داستان خیلی، یعنی یک تقریبا بحرانی محسوب میشه برای فنلاند و دولت فنلاند، چون که خیلی‌ها بهش معتادن و اینا. حالا مثلا یک کشور است به نام استونی که خیلی نزدیک به فنلاند، مردم به خاطر اینکه حالا دولت هم سعی کرده با یه سری چیزای قانونی یه خورده اینو سخت‌تر بکنه، اونم مثلا مالیاتش رو بیشتر کنه، ولی خب کشور استونی خیلی از فنلاندیایی که خیلی دیگه سنگین مشروب میخورن میرن اونجا خرید میکنن که دیگه هزینه مالیات ندن. سلامت روان فنلاند یکی از کشورهایی که بالاترین میزان مشکلات روانی رو داره، یعنی منتال هلت که همون سلامت روان اینا محسوب میشه در اینجا یک معضلیه. و یه چیز ساده هم هست، مثلا کارت بانکی اینجا شما بخواید پولی وارد کنید، من الان به صورت کارت بانکی نوشتم، ولی شما بخواید اینجا پولی بفرستید به کسی، اصلا هر کی باشه، اولا از این مقدار بیشتر باشه شما باید توضیح بدید، اولا این پول اصلا کجا اومده، چرا میدید، به کی چیه، بعد داستانش توضیح بدید. و دوم اینکه اینجا مثلا مثل کتاب کارت شتابی که تو ایران هست اینجوری نیست که درجا شما وقتی که پول انتقال میدین تا زیر 1 دقیقه به صاحب حساب رسیده. اینجا ممکنه زمان به هرچی مثلا ممکنه چند روز حتی زمان ببره. اگه از یک بانکی
به یک بانک دیگه پرداخت می‌کنیم. سیستم درمان اینجا به صورت کلی سیستم درمانش به صورت کلی افتضاحه، مخصوصا اگه شما از ایران بیان به شدت پروسه زمانبری، اگه مثلا شما بخواید دکتر متخصص برید یا گرونه یا به شدت زمانبره، یعنی اینقدر زمانبره که بعد خصوصی شما مثلا برید و خصوصی هم که میرید خب گرونه. فرهنگ اجتماعی به صورت کلی، فرهنگ که اینها دارن اینجا و فرهنگی که ما داریم به شدت متفاوته، یعنی اینم به صورت کلی برای اروپا به صورت کلی، چون بعد تو حالا اسپانیا و پرتغال و ایتالیا ممکنه خود با این فرق کنن. اینجا زندگی مبتنی بر فرد و زندگی انفرادی تشویق میشه و حمایت میشه و از اون طرف خانواده معنای خاصی نداره و فرهنگ اجتماعی در اینجا به صورت کلی ضعیفه، یعنی همیشه تقویت بر روی فرد و زندگی انفرادی تا به خانواده. اینکه دیگه چیزا همین تو همین آموزش‌های جنسی مثلا به چیزایی اشاره میکنن که گروه‌های جنسی مثلا LGBTQ مثلا یه زمانی L بود و G شد، همچنان طولانی‌تر میشه. خب اینو به عنوان یک فکت، به عنوان یک اصل در این جامعه هم قبول دارن، هم توسعه میدن، هم حمایت میکنن، هم همه جوره تشویق میکنن به یک سری از یعنی باورهای رو به عنوان مغز همون در فکر افکار بچه‌ها میکنن که در آوردنش خیلی سخته به زمان عاطفه و محبت. اینجا واقعا نسبت به همون زمینه بک‌گراندی که ما میایم، پیش زمینه ما میایم، واقعا با واژه‌ها و مفاهیم مثل عاطفه و محبت تقریبا غریبه. خود من چند سال تیوتر یا مربی اصلا اکسچنج استودنت هم بودم، این دانش آموزای تعویضی که از کشور دیگه، حالا چه اروپا چه جای دیگه، حتی آمریکای جنوبی، خود آمریکا، کانادا، جای دیگه میام صحبت کردم. خودم به شدت با فنلاندی ها نشست و بحث داشتم. میگم واقعا از تجربه شخصی چندین ساله میاد و بررسی شده است. من خود من با همون هم صحبت کردم و یکی از که اونها در مورد اتفاقا ماها که برای اون خارجی به حساب میگن همینه و اون میزان محبت و عاطفه‌ای که در ماها مشاهده میکنن ولی برای خودشون عجیبه و غیر قابل تصور و این خیلی موضوع بزرگیه. اینجا برای ماهایی که از جای دیگه میان، مخصوصا از ایران میان. دپرشن، خب فنلاند علیرغم اینکه 3 سال معلوم نیست بچه، یعنی معلوم هست ولی خب عجیبه، یک تناقض بزرگ وجود داره که 3 سال پیاپی به عنوان شاهکار کشور دنیا شناخته میشه ولی در عین حال چندین سال جزو تاپ 10 دنیاست و اروپا جزو تاپ 50 هم هست، 5 تا اولین کشورهایی که آمار دپرس بودن و همینطور خودکشی به شدت در اینجا بالاست. همسایه‌ها اینجا به صورت کلی خورده نظر تملک و اینا، مثلا خرید خونه و ملک و این چیزای خورده داستانش فرق می‌کنه که زمان برای من نمیتونم وارد بشم، اما اینجا همسایه‌ها میتونن خیلی رو شما نفوذ داشته باشن به خاطر اینکه خیلی از خونه‌ها سازمانی اداره میشه، حقای سنگینی به همسایه‌ها داده میشه که همسایه‌ها میتونن واقعا کنترل قوی رو شما داشته باشن. شغل‌ها و جایگاه شغلی اینجا آمار بیکاری برای خارجی‌ها خب متفاوته با آمار بیکاری برای خود فنلاندی‌ها، ولی به صورت کلی آمار بیکاری پایینه. برای خارجی متفاوته و بین خارجی‌ها هم اینکه چه شغل‌هایی هست که به اونها هم داده میشه و ارزش و جایگاه اون شغل‌ها چیه که به این خارجی‌ها داده میشن متفاوته، یعنی کارهای با رده پایین اجتماعی به صورت کلی داده میشه و حالا هست البته شغل‌های بهتر ولی خب به صورت کلی اینا در اقلیتن. در فنلاندی به صورت کلی خیلی سخته و شاخه درختش متفاوت با بقیه زبان‌ها. آب و هوا همونجوری که می‌بینید الان به بریاس به شکلیه، کلاً هوا به شدت سرد و بدی داره. تو اون موقعی هم که مثلا حالا تابستون بهار هوا روشن‌تر میشه و روز به شدت طولانی و حتی یک ماه در اوایل تابستون کلاً دیگه آفتابه، چیز تفریحاتی اینجا وجود نداره. مثل ایران مثلا ما خیلی چیزا مختلف داریم، جای مختلفی تو بریم، یه چیز از تفریحاتی اونها فسیلیتی تجهیزات خاصی از نظر حالا اماکن و چیز مختلف وجود نداره. ماشین اینجا خرید ماشین به شدت راحت‌تر، ارزان‌تر مثلا نسبت به ایران، اما نگهداری ماشین چه از نظر مالیات، چه از نظر بیمه، چه از نظر تعمیر به شدت بالاتره. یعنی شما خود من یه ماشین که گرفتم خود مثلا در طول مثلا 2 سال اخیر خرجی که روش کردم به اندازه تقریبا خود قیمت ماشینه. هم نجات پرستن هم به شدت اسلام هراسی. مثلا 2 ماه پیش تو روزنامه حتی زده بودن که مثلا برای ختنه بچه‌ها برای مثلا که طبیعتا هم یهودی‌ها هم مثلا انجام میدن خواستن جلسه بزنن که آیا ما میتونیم قانون بکنیم که دیگه چنین چیزی جرم محسوب بشه، که البته بعضی کشورها هست و حالا همین جا هم که مثلا تو همین فنلاند که من خبر دارم بودن حتی 4 تا دکتر هستن که مثلا چنین کاری انجام میدن، یعنی خدمات مسلمانان به شدت پایینه.
و این به خاطر همون تم اسلام هراسی. مونوپولی اینجا انحصارات حرف اول میزنه، یعنی شما بخواید خودتون یه بیزنس رو شروع کنین برای باز کردن اون بیزنس و پیشرفتش و اینا، حتما باید به قول معروف دم این انحصارات بزرگ رو بگیرید. چند تا مثلا فروشگاه‌های بزرگ، حالا مثلا این محصولات اولیه رو به مردم عرضه می‌کنن، مثلا من اسم برم مثلا کی مارکت، اسمارت، پریزما، لیدل، گیگانتی، پاور، اینجور چیزا اینقدر بزرگن که در واقع اجازه رشد و رقابت به بقیه ها رو نمیدن، به خود فروش ها، ریتیل ها در واقع، و خیلی سخته شما بخواید چیز جدیدی رو به اینجا اضافه کنید. حتی اون فروشگاه های محلی هم که مثلا خیلی مسلمان ها مثلا یا خارج اینجا باز میکنن، خیلی زمان بره رشد بیشتر بشه و اصلا نگهداریش، یعنی خیلی ها بعد چند سالی مجبورن ببندن. چه چیزی تا حالا پیش اومده. بخش سوم بخش ایرانی‌ها اینجاست که این رو دوست داشتم خودم اضافه کنم، چون به نظر من خودم که می‌خواستم بیام خب دیدم نسبت به اینکه خب اینجا بها ایرانی به حال با توجه به چیزایی که آدم تو ایران می‌بینه، اینجا فکر می‌کنم خب ایرانی‌ها به حال عوض نمیشن یا به حال خیلی چیز ایرانی دارن. به شدت ایرانی‌ها اینجا اصلا گریزانن، یعنی اون مخصوصا اون بخشی که قید اینا ندارن، اگر مجرد باشن خب در همون حد مجردی و دانشجویی و همون بستگی به اون ایونتایی که تو دانشگاه حالا مربوط به دانشگاه اینجا برگزار میشه در اون حد و ایناست. اونایی هم که دانشجویی نیست، یعنی خانواده هستن، مقید نیستن، تا اینجا که من دیدم اونا هم سعی میکنن همون زندگی همون در واقع انفرادی و در قالب خانواده رو پیش ببرن. در واقع اینجا بازم با همون مشکلات زندگی اجتماعی برخوردارن، یعنی زندگی اجتماعی زیاد خاص اینجا ندارن، یا عمیق اینجا نیست یا گسترده نیست، به حال محدوده. اونایی که قید و حالا چه مذهبی چه حالا کسایی که خیلی به خاطر مسائل سیاسی گریزان نیستن یا اهل تشر زدن به بقیه یا مثلا محکوم کردن بقیه نیستن، هم با اونا که به شدت در اقلیت هم هستن یه مراودات با هم دیگه دارن، اما به صورت کلی اونقدر مثلا کسی اینجا به فکر کسی میتونه نسبت به ایرانی و کسی که میان اینجا مثلا خود تشدید میشه. اینو خواستم بگم دلیلش چیه، به خاطر اینکه این کامیونیتی خاص اینجا نیست که اونایی هم که مثلا چند تا انجمن ایرانی اینجا هست که اینها هم کاراشون برنامه‌هاشون ایناشون همش محدود میشه حالا به اون مثلا چه میدونم عید و شب یلدا و 4 شب و روز مثلا در سال محدود میشه. اینا به خاطر اینکه در اون همبستگی و اون مهر و عاطفه و عشق و محبتی که در جامعه ایرانی وجود داره، حتی مثلا در دایره‌های کوچیک‌تر در ایران می‌بینیم، مثلا خودمون که داشتیم می‌بینیم خب اینا رو داشتیم، اینجا اینا رو دست دادیم و اینا رو متوجه نبودیم و نمی‌شدیم قبل از بیاره. خود من هم اینا رو بعد از مدتی متوجه شدم بهش رسیدم. یعنی شما نمی‌تونید کامیونیتی و جامعه ایرانی اینجا حساب خاصی باز کنید. حالا فکر می‌کنم تا جایی که من شنیدم این برای همه کشورهای دیگه اروپایی هم صادق، یعنی اکثرا من همینجوری شنیدم. اگه چیزی من یادم رفت یا کم کاستی بود یا نظر دیگه داشتید حتما کامنت بذارید یا حالا می‌تونید بگین، و اگه نیاز بود که من بقولم که تکمیلی ویدیوی دیگه درست کنم حتما این کار رو خواهم کرد. ممنونم، امیدوارم که توی شرایط همه و همه عزیزانتون خوب و سالم باشین و به خدا میسپارمتون.